اساسیش همین که آنها از پست یعنی گذارگاه وای میگذاشتن. چی میگن که سرحدچا میگذاشتن. یعنی اون وقت که سرحدی ما میگذارد آنها رو چیکار میکردن؟ کم و بیش وای میکردن. یعنی آنها وابسته بودن از همین راه ها و آن وقتی میگذارن. لیکن ما اگر دانیتون در وقت بعد جنگ شهروندی ما از وی ما برو بردن، یعنی نظام یگانه تعمین کنیم برق. برای همین ما مجبور بودیم که اینجا حال ویم و زم شده نشد، لیکن این علاقه است، یعنی لپ میگن الکتریکیزش، یعنی خط سیم های وی است. انا مشکلاتش همی که دوامش تا این سخنهای من نیست، سخنهای مرزا شریف اسلام دین است. اگر که داند آن وقت آن کس رئیس شهر اصفهان بودن، آن وقت پرزیدنت میدانم که قرقیزا همین کار را میکنن. همین 4 نقطه را گفته بودن که چه است در راه پشت باید به اصفهان لب آب نگذارد، اعتبار کنید. همین آب تقسیم میشد، همین که لب آب رفتن بس این حوزه من نشون میدم در کجا چخل شده باید. و آن وقتی که صدر جعفر و حکومت آمد بیواسطه محبس آمد، اگر راست اگر گوییم اگر بسیار تحت اکنون من بیواسطه بتونم میدونم صدر جعفر و قمچیبک تشریف آن 2 نفرانی هستند که آنها در با زمان روسی میگه اوش کرزنیا، یعنی قتل عام اوش 500 کس کشته شده است، بیواسطه دست دارد. اگر کی اوش رفتگی باشد اینا میداند. اوش دومین بزرگترین شهری وی است، قرقیزستان است، لیکن اهالیش اساساً وی هستند، شهرشان ازبک هستند و حکومت دست قرقیزا بودند، لیکن یعنی تجارت یعنی اقتصادیات در دست قرقیزا بودند. اینها نماندند که چون یک کشور خیلی کمبغل است، آنها 2010 از استفاده از یک از حکومت موقتی بود روزا آتونبای و در همونجا استفاده کرده آنها این کار را کرده هستند. حاضرم همین حالا را، یعنی اون وقتی که صدر جعفر به حکومت آمد از نو همین حادثه 2010 را وای کردن، اصلا برداشتن، لیکن میدونید که پروکرور که زلو شلیف که از طرف صدر جعفر وای کرده است، آنها حاضر از اینا گرفته مشکلات با بانو روزا آتونبای بار میکردگی و دیگر را بار میکردگی، لیکن همه میداند که یعنی عکس من بخشش میپرسم، همه نمیدونم، اکثریت میدونند که این حدشان